دو سه تا دوستان بگین خب رفته بودیم با هم دیگه مشهد 15 نفری خوب بودیم. بعد 15 نفر ما رفته بودیم مشهد. خودی رفتیم مشهد. وقتی رفتیم مشهد یه نفر باید داخل پروژه‌ای که بنده یعنی امیر محمد داشت باید مادر خرج پروژه کی یعنی من بود. اونجا تنها کسی که هممون به ذهنمون میرسید اون شخص باید مادر خرج بشه رادمرم که از خدا انقدر ناراحت شده بود که نگو. آقا مثلا ما 15 اینا تا 15 تا آب میگرفتیم. رادمر میگو بعد به بچه میگفتم رادمر کن گفته سرش درد کرده رفته بخوابه. دیش شما فرض کنید 15 تا جوجه واسه 15 نفر چه کار کرد. وای وای. یعنی همون موقع دو سه تا رفیق داشت تو مشهد. بعدش اومد ما رو با رفیقاش بزند که یهو من و اون 14 نفرمون که رفیقان بودن گفتیم نه رادمر نه تو اشتباهی بزرگی داخل زندگی کردی. اونم گفت شما کردین. گفتم خواهیم دید. گفت چه میخوای کنی؟ گفتم الان بهت میگم. همونجا یهو داشتم لرزیده بودم تو خودم ببینم چه گویی میتونم بخورم تا بتونم دست رادمر فرار کنم. یهو جناب رفیقمون سامی که یکی از اعضای اصلی پروژه بود و یه جورایی دستیار من بود، سامین با یه دونه وای 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 با یه چوب بزرگ به شدت کلفت اومده بود. گفت رادمر رفیقم جدا شد. حمله کردیم به ما. 15 چند تای چوب داد. چوباش هم بلوط بودن. حالا نمیدونم فکر کنم چون اونجا یک درخت بلوط بود فکر کنم نزدیک بود به جایی که تو باغمون درخت بلوط بود. اونجا فکر کنم سامین از اونجا 2 تا چوب کنده که اومد باش به ما داد. ما هم زدیم رادمر رو شتک کردیم. گفتم مادر خرج میخوای چه گویی بکنی؟ همون لحظه چی شد؟ بگین چی شد آقا؟ همون لحظه زندگی هممون به گاه رفت. رادمر با 15 نفر رفیقای گند لات خیلی گندش اومد ما رو مثل سگ زد. بعدش گفت تا شما باشین منو نکنین مادر خرج پادشه. خلاصه دیگه